زود باش abla. نوبت تو. اینجا استودیوی ما نیست مگر؟ خدایا. الو، در افیر چی رفته ایستاده است؟ فیلمی قمارباز از میسیسیپی پخش شده ایستاده است. ساعتی 23 چون همیشه برنامه پوکر ریالیتی رو پخش میکنیم. سپس موقع اصل در ویگاس. در استودیوی ما بنابرگری هست؟ چهل نفر برداری در این سوال. ببخشید به استودیو در آمدن من است. یعنی چی خیل؟ تو مگر مرا نمیشناسی؟ بله شولا خانم، البته میشناسم. ببخشید اما جناب تنجو سفارش محصول دادن. لطفاً به بالا بگذارید. خودش چی گفت؟ تو کیستی؟ لطفاً اصرار نکنید. مرحمت. چی میخوایی؟ میبخشید شولا خانم، عذر میخواهم. به شما اجازه دادن نمیتوانم. جناب تنجو مهمانی مهم دارند. ناراحت شدن نمیخواهند. عذر میخواهم. قطعا در آمدن من است. همه دیدگی های تنها یک فیلمی بود. اینطور نه زنک جان؟ اگر در باره واقعی امشب یکون چیزی به بیرون برایت همه اهل آلیت را میکشم. اول از مادرت شروع میکنم، بعد خواهرت را، سپس دختری اوگایم، یعنی دختری تو را میکشم. بعد نوبتی خودت میآید. فهمیدی؟ خب شیرین یکم دیر شد. مانده شده کستی. کنی خانه را برکنون. چرا نمیبرایی؟ بسیار خسته می نمایی. برایت خودم ماشین آماده کردم.
یکم بنشین. کی؟ منم خواهر جان درموش. مرحمت اکا جان. مرحمت. زحمت کشیدید. جمال سرجان چه خیل است؟ مثل پیشتره گذرید اکا جان. السلام علیکم جمال سرجان چه حال داری؟ و علیکم السلام درمش جان. برادرم خوش آمدی. خوش باشه. در کجا بودی؟ زندگی در کارهای دنیا. عجب روزها بوده. دوستی اسکری دیگر خیل است. در همانجا آغاز می یابد و دیگر با آخر نمی رسد. دوستی ما هم آنجا آغاز یافت و حالا دوام دارد. همین خیل. بعد از اسکری تو مرا نجات داده بودی جمال سرجانت. وظیفه دوستان همین است. تو هم می بودی همان خیل رفتار می کردی. اما با جای من تو از پایت یارادار شدی. اینها رو فکر نکن درمشان. با گذشته صلوات. افسوس میخورم که برای خرج قماربازی های من تو از همان بیناموسانی به یک پول پوچک نمیارزیدگی تیر خوردی. اگر تیر با من نمی رسید حتما به تو می رسید. کاش به من میرسید. اگر به تو می رسید به قلبت می رسید. مرا باشد به پایم رسید. اما این خیل به خاطر من معیوب شده. نام برآوردی مگر بد است. جمال خراتی لنگ. برادرم زخمهایت شفا یافت؟ یگان دیگرگونی نیست درمشان. خیر به همینشم شکر. حالا هم به دکتر نرفتی؟ نه به داروخانه رفتم. داروی تسکین بخش دادند. میدانی که سغرته نیز ندارم. حیات همین درموش. امروز هستی فردا نیستی. درمشکا چای بیارم؟ لازم نیست. این خیل نمی شود دوستم. تو را حتما به بیمارخانه بردن در کار است. اما چه خیله؟ به کجا می روی؟ من باز می آیم برادر. دیر شد. به خانه باید روم. معلوم که شبانه غذای حاجت نکردیم. مادر جان این منم دخترت منم حلیمه. نترس مادر جان. حلیمه دیگر کسی نیست. پدرت اومد. نه حلیمه لبای مادر جان. پدرت اومد.
آمدم جانکی من آی دخترکی من آی جانکی منی گرسنه مانده است آی شیر میخواهد حاضر به دختر جانم شیر میدهم حاضر بس الله جانکم شیرینکم خوب کن جانم خوب بس خوش آمدی. تشکر اپا جان. چه خیل شما؟ نقصم بول جان من کودکم را شیر داده خوب بانیدم بدور که شد شکمش را سیر کن مایلش اپا جان. و در اون درو من حاضر می آیم خوب شاه دیوانه شدی مگر آخر کودکمان خوب است نه خود نفهمی چی کودکمان؟ یعنی تو میخوایی که من به کودک ما بودنش باور کنم؟ درموش بیا با سر نکنیم تو سرت را با تهمت بی اساسی اپای خودت ویران نمودی خودت یک به یاد آر برای آن که با هم خانه دار نشویم چی کارهایی که آن نکرده بود یک بار به یادت آر دهنات را باپم نرس که جاهات را میشکنم نرس بمانده تو نمیفهمی آخرین حق فرزندمان است به من ده آخرین اینش حق باشد حق تو اپا چی شد؟ ببخش مرا سنبول معاشت رو هیچ گپ نی اپا جون. من دختری خالتون کو یک جای کلان شده ما که خواطر نشوید شما غمگین نشوید. با خودکشی مانند است همینطور نی؟ میبینیم با شما بروری کن. تشکر پدر. میبخشید پروکرور. کنی اینجا بیا. چی خودکشی؟ ها که نمیبینید مگر آدم با چکش مانده است. بس سلام. گفتن یکی به پرتوگاه در آمده خودکشی کرده است؟ نه البته شخصانی جسدش رو یافته شاید نزدیکانش باشن دور آورده به اینجای پرتافتن. نتیجه لابراتوری هم همین می شود. خسورم نیز به همین عقیدند. پدر عروست؟ پروکرور رو میگویم. اون کس خسورم می شود. نمیدانستی مگر؟ خیر میلش. رانا سلام پدر چی واقعه شده است؟ باز عذاب اینها شده. خبر انتظاری ندارد بعد صحبت میکنیم. آیا شخصیتش معلوم شد؟ دیدیم با خود یگان حجت ندارد. فکری شما رفیق سرکمیسر؟ چیزی نیست. خودکشی عادی. چی خودکشی؟ در درون پرتابگاه؟ توبه از تو یگان خبر گرفته نمی شود. شاید کمیسریگی داشته باشد. شاید شما یگان گفتنی دارید به من.
برو. رفیق سردار، بخیر است؟ دیر مونده امروز؟ بالابانا چی شده است؟ هیچ گپ نی. پیش پا خورده افتیدم. پیش پا خوردی؟ ما رو چشمت رو نیست به جای زده بودیم خیلی؟ خسته نباشید. تیزتر جانم، تیزتر. یک طرفیست. Böyle oynanmaz. Hiçbir böyle oynanır. Nereden? Gör say. Say. Parmak hesabı ya. Al o zaman kırık işte. Al kırık hadi. Hadi bakalım. تیزتر جانور، تیزتر. Oradan 2 çay yolla. Tavlanın galibi ödeyecek. Babacım salla sarı salla. Sallıyoruz. گذاشت، گذاشت، تیزتر. Bardakta mı oynuyorsun? گذاشت. دیدم. هش. Kemik bu kemik. Bak. گفته بودم که میگذرد. گفته بودم. آها دیدم درموش دیدم. گذاشت. گفته بودم که. محترم سردار باز کدام شما؟ کوبا بیرون برو. بیرون خونو کسی یک چای می نوشیدی محترم سردار. لازم نه. تو را انتظارم. خدمت محترم سردار. من نگر. من به حال من نه تنها سردارم بلکه برادرشم. فهمیدی؟ اگر یک بار دیگر میرسی تو رو پشیمان میکنم. فهمیدی ابله؟ فهمیدی ابله؟ عاشق شده. سالها زیاد از پس من دویدگی کی بود؟ من یا وی؟ تو با این چی گفتن میخوایی؟ همین طور ابلهیت رو دوام دادنی مگر در کتابمان یا عرفادت هایمان بزند است برداشت ممکن است. ممکن است. بلا بابزی همش. با وی زنی بیناموز هر چی کاری کنی که میارزد. چی گفتی تو؟ مادامی که برادرش میباشی کنی بپرس که کودکش از کی است. تو چه ها میگوی ابله؟ دهانت را پوش بشر. ولی من 3 سال است که در نظم است باری همون را با یگان نفری از کارگران مرد بهوده صحبت کردنشون ندیدم. عقل و فکرش مادر فرزند و کارش است. تو باشی از قمار بازی عقلت را کرده ای. با آدمی مثل حلیمه فرشته صفت چه زبان دراز کرده میتونی؟ شکلی که گفتم اگر یک بار دیگر انگشتت را با میرسونی، اگر بار دیگر از دهانت یگان تهمتی برایت قسم است به دنیا آمدن تو را پشیمان میکنم. نگفتم نگوی. خود را به دست گیر. یگان کار یاب. با در میخانه ها 6 و بیش بازی کردن قطعی ریسکت را نمیابی. لابشولا جان، در کجا میگردی؟ امروز؟ نه چی شد؟ شولا جان چرا گریه میکنی؟ ایست آروم شو. خوب در کجا وا میخوریم؟ فهمیدم. خوب فهمیدم. شولا چی شد؟ یگان واقعه رخ داد. یک کاری بد. چی شد جانکم؟ بینهایت بد. در استودیوی ما کارهای دهشت آور شده ایستادم. یک آدم را کشتند. یک لحظه آروم شو. یک لحظه. اکنون همش را سرینا با من نقل کن. نمیتونم از کجا آغاز کنم. تنجر رو دوست داشته بودم. فکر میکردم که او را میشناسم. اما چقدر بیعقل بودم. این طور نگوی. دوام ده. نقل کن.
شاید تو بدونی که تنجو در رمانیا و دیگر جایها قمارخانه و مهمانخانه ها دارد. 6 ماه پیش از ردیف علاقه یک کانال خرید. سالماس تیوی. تنها نام کانال به دوشی است و خلاص. اما در اصل این خیلی نیست. این براش چی لازم؟ نمیدونم. برای سفید کنی پولهای سیاه میگفت. در اول به این گفته ها باور میکردم. بسیار ساده بودم. تنجو کارهای هر رومش رو همیشه این کار مینمود. همیشه. مثلا تنجو در شبکه بارک خانه‌اش همیشه قمار بازی میکرد. چندین بار برای تفتیش به شبکه آمدند. خوش. هر بار از ناقصی های قانون و غیره استفاده کرده خلاص میشد. اما همش یک سو. قمار بازی انسان رو به درجه حیوانی میرسونید است. اگر نمیدیدم باور نمیکردم. چی کار کرد؟ امروز در خبرها یک واقعه بود گو یک تاش رو در پرتوگاه مرده یافته بودند. ها همین سحر یافته بودند. من در همانجا بودم. وای آدم در شبکه ما در قمار رولتکه روسی مرد. رولتکه روسی حقیقی رانو با چشمانم دیدم. چی؟ چی خیلی رولتکه روسی؟ چی خیلی شبکه؟ تو چه ها میگوی شولا؟ خدا جون دیوانه میشم. دیوانه. تنجو عقلش رو خورده است. دیروز با حیات آدمان قمار بازی میکردن رانو. با رولتکه روسی. با این خودم شاهد بودم. مرا میفهمی؟ باز در استودیوی شبکه امان. این رو اثبات کرده میتوانی؟ مرا با کشتن خودم و تمام عائله‌ام تهدید ساخت. مرا نجات ده رانو. شولا باری دیگر میپرسم. همه این گفتگی هایت رو اثبات کرده میتوانی؟ هوا امروز با من خیلی هم معقول شد. و تو چی دیگونه؟ دادا؟ کنی سوار شو. تو بازدید؟ چی شد دادا؟ شما در این ساعت در اینجا با ماشین قیامت قایم شد مگر؟ همه خیلی نه؟ حاضر میبینی؟ میبینیم. و دادا جان باوریم نمیاد که ما اینجا هستیم. خوش چرا بود است؟ آخر از شما چند بار اجازت پرسیده بودم که با دوگانه هایم با باولینگ بازی روم. هر بار نمیگفتید. نه در اصل با این بازی کردن زید نبودم. میفهمی مرا خیر کنی این بازی باولینگ ماولینگ رو چخیل بازی میکنن؟ با من یاده چی؟ ای دادا نخواد بازی نکرده باشه. ای دادا نخواد که باری اول باشد. باری اول بازی کردم. بینه چه خیلی خوب بازی کرده. من هم بعضی سرها دارم. یگان روز نشان میدیم. میبینیم.
خوش آمدید نجیب اکا. مرحمت. نه من نمیدارویم. تو اینها رو بگیر. زحمت کشیدید اکا جان. مرحمت دروید. خونه را با همین جویند. اوچه جان چی شد نجیب؟ در وقتی کار آمدی؟ من شما را در خانه خیال کردم. اصلش خوب شد که در اینجا دیدم. تو کیرا سردیتون حلیمه رو نیز دعوت کنید. یا خبر گیرید. کمی دلبرداری کنید. بخیر است. مانین گپا را کمی دلبرداری کنید. از یک طرف مادرش، از یک طرف فرزندش، از طرف دیگر خیر من به کار میروم. آخر هفته یک به سیر چارباغ برایم چی گفتید؟ من به یکی نیز خبر میدیم. ممکن کمی هوا گرم شود. در همین هوای خنک. چی کار کرده است به هوا؟ من به شما یک جزبیز کنم؟ باز چای سماواری؟ سوپرکار. خب میلش تا دیدم. خدایا بیا درو. سلام بچه. سلام علیکم. سلام محترم سردار. خوب استید؟ خوب شاید کاری پگاهی روز یگان پیشروی است؟ یگان چیزی انیق نیست. از تشخیصات طبی سودی اولین معلومات رسید محترم سردار. در دست راست میت آثار بارود یافت شد. پیداست که دست راستش استفاده شده است. زخم سر نیز از طرف راست است. یعنی احتمالیت خودکشی 99%. هنوز در دست نتیجه انیق نداریم محترم سردار. شناسنامه اش چی؟ جستجو میکنیم. طوری که گفتم حالا در دست نتیجه انیق نداریم محترم سردار. شاید بعد از پخش نوار رسمش یگان خبری میگرفته باشیم. احتمال. خوش آمدید. شام بخیر. جناب اژدر کیست؟ تشکر. السلام علیکم. علیکم السلام مرحمت. بفرمایید. این بسته رو از مرکزمان فرمودن به شما رسانم. بخیر است. این چیست؟ نمیدونم برادر. خب به ما اجازت؟ وایسید و خیلی چای نوشید. تشکر. کار دارم. سلامت باشید. خوش باشید. ایدی قربان به خانه هم آمده بودی. گوشت آوردی اما اصلا شادی آورده بودی. من گوشت را چی کنم؟ دندانم نیست که خورم. وقتی که یک پیاله چای گرم را میخوردی دیدم که جورابت تنک و دریده است. برایت جورابی پشمین بافتم پوش که پایهایت خنک نخورد. این مکتوب را با یک بچه سواددار نویساندم. نامت را نمیدونم لیکن نبیرم حساب میشوی. الله تعالی از تو و دوستانت راضی باشد. بیبی رمزیه. بیبی جانی من تمام کردی من بیبی جانم. سنبل جان عذاب نکشیدی؟ امروز احوالش خوب بود. عذاب نکشیدی؟ شکر خدا. خدیجه خاله هم خواب رفت. هر وقت که بیدار می شد چون همیشه یزنم رو می پرسید. همهش همین. قضای حاجت هم کرد. من تازه کردم. تو پروا نکن. سنبل جان ماه آینده معاش 2 ماهت رو میدیم. این خیلی نگو. با من اجازت اپا جان.
لبای ها هنر اپا شما شکر اپا جون بد نه همین بگو البته بیایید مرحمت هرچند یگون تیاری ندیده اما لیکن اپا جون شما یگون تشویش نکشید مایلش ساعت چند مایلش اپا جون انتظارم مرحمت همش همین بختت خندید امشب. صبح به رقم 6 خواب و 2 بختش خندید. اگر من بخت می داشتم در اینجا نمی نشستم. بختی تو نبوده بختی کی؟ این بختی سرزند. سرجانتش کیست؟ درست گپ زن. تمام هیچی عصبانی بشوی. همسایه روون کرد. کدام همسایه؟ زنی پیمی. پیمی؟ همانه که دکانش را با پول لاتاریه خریده بود. لازم نیست. آرد داری؟ برایم آرداب تیار کن. سرجند جمال سرجند کو برخیز به بیمارخانه می رویم. چخیل بیمارخانه؟ خیلی نمی شود سرجند. تو را به دکتر نشان دادن در کن. با کدام پول؟ احوال تو هم معلوم است. سرجند وقتای آخر کمی با پو خستیم. درموش کارهای خماربازی را به یک سو گذاشتم. کمی میده چویده تجارت کردیم. کارها برار گرفتند. چی خیلی تجارت؟ تو حالا این چیزها را فکر نکن. یک دیاری تجلیل جیغ زنیم. چی گفتی؟ مایلش درموش جان با تو باور میکنم. با من نگاه کن درموش جان. در حیاتم باری همسروردمند نشده بودم، اما انا از همین جای یگان بار لقمه حرام نگذاشته است. یعنی بدان که مرا نه این بیماری بلکه لقمه حرام میکشد. تو کیستی؟ این منم دخترت حلیمه. پدرت آمد دخترم؟ هنوز نآمده است. دخترم لبای مادر جان. پدرت آمد. جانکم خوش آمدید. خوش باشید. درود مرحمت. کفشاتون رو در درون برورید. مرحمت من خودم راست میکنم. تو زحمت نکش. فرزندی خورد داری. ما هم مادریم. درود مرحمت. خوش آمدید.
خیلی شد که بیمار است. چی بودنش را عمیق نمیدانیم دکتر خانم. کجایتان درد میکند؟ بله همین جایش؟ بله. بگوید به نزدیک زرپروین شده بودید؟ نمیدانم. خوب درد بیشتر از پیش کرده می شود یا از پشت؟ از پشت. شما کسلی قند دارید؟ نمیدانم. در اویلتون یکون کس داشت یا نه؟ مادرم پدرم نیست. فهمم. همشیره فشار بیمار رو سنجید؟ شنید شما نزدیکان بیمار هستید؟ دوست نزدیکش هستم. این کس همسرش. میدونید چی؟ باید با بیمار تشخیص گذارونیم. امشب اینجا میموند. باید او رو حتما با اولتراساندو دراریم. فردا معلوم می شود. بعد از معاینه شاید او رو به شعبه دیگر گذارونیم. یکون چیزی خفتناک است؟ شاید سرطان غدود زیر معده باشد. این تنها تخمینی من است. عمیق‌ترش رو تنها بعد از معاینه پورا گفته میتوانم. امکانی طبابت هست؟ هنوز چیزی گفتن ممکن نیست. شاید اشتباه کنم، اما اگر درست باشد وضعیت بی‌نهایت جدی است. شاید دیر مونده باشیم، لیکن بیمار باید پای نبرد. شما مرا فهمیدید؟ امشب نزدش مانم. البته. خارجان. لبای برادر. اگه شما به خانه روید، کودک نیز در خانه همسایه است. امشب برای بعضی معالجه ها سرجنتم را در اینجا نگاه می‌دارند. شما تشویش نکشید، فردا می آیید. بیماریش چی بود است؟ هنوز چیزی عمیق نیست، اما انشاءالله صحت می‌یابد. خیر شما خانه روید. اکنون اتوبوس نبودگی است. از اینجا با تاکسی می‌روید. سلامت باش برادر. ماشاءالله. ای اپا جان، چرا تشویش کشید اینقدر چیزها رو آوردید؟ حلیمه چی زحمت دخترم، تو هم دیر باز نمی آیی؟ کودک، مادر، بازکار، وقتی سرخوری هم ندارم. راست میگویی. که راست، تو چی خیل هستی؟ خوب هستی؟ شکر زیاد. کنی بچه ها اینجا بیاید؟ ببین الپرین، تورت دوست داشتد؟ ترامیسو؟ من این تورت را سونامی میگویم. میدونید این روی سر پخت. مادرت راست میگوید، نخود تو پخته باشی. برای داده جونم هم پختم. با منم یاد میدهی؟ ها، یاد میدهم. توشین با کودک نخیز. نوربانو دخترم به حلیمه اپت یاریده. چای کش کنی همش رو خودش کند مگر؟ اپا جان کاری نکردم، لازم نبود. همین آمدنتون برای هم دولتی کلان است. ما اویله تویم. یک چیز پرسم، درموش کجا هست؟ حالا هم نامد است مگر؟ مردم مثل ما نیستن کو، کارهایشون میبراید. میبرامد، عادت کردن نتوانستم. تمام جو نکن، این خیل نکن. ما را هم میگریانی. رحمتی را جایش جنت شود. آدمی به نهایت خوب بود. اسرا جان، کنی شما با الپر اکد شیرینی ها را در پایان خورید؟ او چه خیلی پختن شیرینی ها را یاد میدهی. خب
حلیمه کنی دخترم پینه را به من ده شیرینکم اصلکم با چشم و ابرویش نگاه کنید خاندی من حلیمه این دختر از تو هم زیباتر می شود ماشالله چشم نرسد من به این هفته آیت الکرسی خونم بسم الله وقتا آخر کارها اونقدر خوب نیست امنیت هر روز یکان دسته را حبس میکند حتی ویندار کروزا را نیز حبس نمودن چند سال دادن 10 بود 15 این بیچاره تمام کرد تو را میشناختی شعبی لیکن مثل این دروغ را یافتن آسان نیست اما فریب دادن نمیتواند جانم البته بارها با او خوردم او را خیلی خوب میشناسم او نیز حقوق شناس است یعنی که ما هم کسب حساب میشد این را بینید شرم نداشته دروغ میگوید ترکیه دیگر شده ایستاده است فرزندان دیروزه پابرهنها امروز حاکم و پروکورور و مدیر و دیگر شده ایستادند مگر پیش همین خیل بود پدری من در زمانهای رئیس ملت حاکم بود بابای و بابا کلان همچنین حاکم بودند پدری او نیز کارمندی سفارت بود هر کس از عهده این کار نمیبراید حالا باشد از ارزورون برآمدگی یک کودک در دانشگاهی خوبی تحصیل کرده میتواند بعد ختم کرده جای من و تو را میگیرم نه این خیل نمیشود چی یک آدمی قشلاقی و من برابر شده می نه 100 سال گذرد هم از او بوی قشلاق می آید هیچگاه سری کل سبز نمی شود دموکراتش هم این است مگر همچون حقوق شناس می گویم که این خطاست یگان خیل برابر حقوقی وجود ندارد هر کس جای خود را باید داند راست سلام دختر جانکم تو در این جای ها چی کار میکنی؟ خانه رفته ایستاده بودم مادرم در این جای گفتن من هم گذشته یک بینم گفتم آخر صبح هم دیگر رو ندیدیم کو درست جنابان دخترم رانو رو میشناسید سلام رانو من چنگیز من تنزو تالمز شما رو میشناسم یعنی غایبانه شما شوهر دوگانم از دانشگاه شعله همین خیل است این را بینیده؟ ها با پدرم دیرباز شناسید؟ والله چقدر شد سوها؟ دیرباز شین یگان چیز بینوش خیلی تشنه ماندم یک آب نوشم ممکن؟ یک شیشه آب بیار شما به خیالم شبکه هم دارید؟ لبای؟ شبکه تلویزیونی سالماز تیوی نام یک شبکه دارم از ردیف نمایش میده اما من آنقدر مؤسسی کلان نیستم حصه خورده یعنی رمزی دارم بخیر است؟ یا کار بجویی؟ نه من از کاری خود به نهایت شدم در اومده گپ پرسیدم قاعده رو میدونید از تو سر میکنیم الو لابا یگید در کجا؟ خوب میایم فراشان کوچه ها زنگ زده خبر دادن یا توبه آدمی همین قدر پس می شده است اطراف را دیدیم سلاح نیست مثل واقعی دیروزه در خصوصی به اینجا آورده پرتافتن یا در همین جا کشته شدنش کسی شاهدی نمیدهد تفتیشات را دوام میدهیم معلومات های بایگانی را دیده میبرایم متاسفانه کامیراها اینجا را دیده نمیتوانند اینجا چیزی دیگری هست
рафиқ сардор ин куштори силсилавӣ аст. дар туркия ҷинояти силсилавӣ бо осонӣ рух намедиҳад, аммо шояд касе мехоҳад ки мо ҳамихе фикр кунем. Йигит, шахсияти маити дигар ошкор шуд? ҳа, муҳтарам сардор, аз хотирам баромадааст. Як хабаре омад ва шахсияташ ошкор гардид. Ному насабаш Тайфун Топрак. Бекор, муҷаррад, як-ду қайди авбошӣ дораду халос. дар Истанбул хешу табор надорад. давои хунӣ низ надорад. баёноти даҳонии хешовандонашро гирифтам. мегӯянд ки бо касе ягон душмание надошта буд. ба худкушӣ низ бовар намекунанд. хуб, ягон сифати фарқкунанда низ надоштааст? бо оилааш муносибати хуб надоштааст. онҳо аз қиморбоз буданаш шикоят карданд. қимор ҳамин тавр? бале. ягон чиз хӯрдаӣ? Не, муҳтарам сардор. биё як таги шӯрбои гарм хӯрем. бахайр ҳастеш дар? рафиқ сардор, хуш омадед. хуш омадед. хуш омадему ин чӣ аҳвол? маромад, ба дарун гузаред. маромад, гузар гузар. бахайр аст? қаҳрамони ман кист медонед, рафиқ сардор? кист? тариқ. тариқ? тариқе ки испанияро фатҳ карда буд. ҳангоми зиндонӣ буданам китобе ба дастам афтод. онҷо хондам. то он замони шахсияти мардеро меҷустам. вақте китобро хондам, мардан ҳамин хел мешавад гуфта будам. тариқ испанияро бо як зафари бузурге фатҳ карда ба хазинае ки пур аз зару лаълу марҷон даромадааст, худ ба худ гуфтааст ки эй тариқ, вай рӯзҳо як ғуломе будӣ. дирӯз қумандон, имрӯз бошад фотеҳ шудаӣ. با دقت باش. فردا زیر خاک میروی. میفهمی رفیق سردار؟ جوان مردی این است. طریق بابا پیشی دروازه زندگانی شاهانه است او زندگانی خاکسارانه را انتخاب میکند. میفهمید؟ قربان این جوان مرد شود که او هنوز به اسپانیا ندر آمده. کشتی ها را آتش زده است. یک دو به یگان افسوس خوری. اندلوس از آنهایی است که کشتی هایشان را خود آتش میزنند. با فکرم چیزی گفتن میخوایی اما تو رو نفهمیده ایستادم. ایدی قربان، با یکشان رفیقانم به طرف های شهر رفته بودیم. در وقتش با ما کسی نیست گفتگی بود. ما هستیم گفته بودم. هرچند گفتنش عیب شود هم. جمعیت خیریه کسی نیست رو میدانید رفیق سردار. شنیده بودم. بعد به راه برآمدیم. همین ایدی قربان با حکاری رفته بودیم. در دست خالته ها گوشت تقسیم میکردیم. با یک خانه در آمدیم. یک پیرزن زندگی میکرد. ما رو مجبور کرده به خانه در آورد. ترکی را نمیفهمید، اما در نظرش یک جوانی بود. او ترجمانی میکرد. مجبورم به ما چای داد. خیالم در خانهش
غیر از چوی چیزی هم نداشت. ما سراسیما رو به راه بر آمدیم. آنجا هوا کمی سرد بود. من مجردم کن و جورابی پایم دقت نداده بودم. بعد پای بردم که نوگی جورابم کمی سوراخ بوده است. کمتر تونکتر هم بوده است. از این رو پایهایم رو برای گرم شدن به هم میمالیدم. کلا کار نمی کند. خیرمش گذشت. چایهایم رو نوشیده اجازت پرسیدیم. قریب که تا آخر کوچه از پسمون آمد. ما را گسیل کرد. با کردی چیزی را تکرار میکرد. به هر حال دعا میکرد. دیروز یک آدم آمد و من اینها را روان کرده است. خونو خوردنی پاچه هایم را دیده. برایم جورابی پشمین بافته است. بعد از طریق قهرمانی دیگری پیدا کردم. رمزی بیبی. من کشتی ندارم اما قیقی دارم. من همان مکان و به آنجا می روم. به هکریه؟ بله. در اونجا چیکار میکنی؟ نمیدانم اما در نزد قهرمان خود بودنم لازم. قلبم همین طور میگوید. قولین های آنجا مشهور بوده است. و روسا و انگلیس ها شیم میفروشم یا باز همین شکم بفروشی را دوام میدیم. همه از شرق به استانبول می آیند و اشدر اده پدر ما به هکریه می رود. خداوند مرا ببخشد. من همیکل آدم نیم کالم و سلام. نه در گرد اطراف خود مثل تو آدمی صمیمی را ندیدم اژدر جان. شاید ما کاسگی داشته باشیم. تو میدانستگیت را کن. بر رفتنت غمگین میشم اما بازن می آیم رفیق سر. بی وفایی به ما نمیزیبه. خیلی خیلی باشد ما می رویم. صادق بیمانیم رفیق سردار. خداوند از تو راضی باشد که مرا به حبس گرفته بود. تو نیز صادق باش اژدر جان. برادر تو نیز صادق بمان. صادق میمانم. به من نگر. سردار به تو امانت است. خوب شده است. این نتیجه تشخیص است. با بیمار میتوانید شناس شوید. این کس باشد خیش نزدیک بیمار است. جناب درموش شما را یک دقیقه ممکن؟ جناب درموش دکتر بیمار جناب ساجد می باشند. نتیجه های معاینه معلوم شد. ممکن باشد به اتاقشان گذشته کمی صحبت می کردیم. بیشین. جناب درموش راستی گپ را میگویم. زیر و راستش افسوس که وقت زیادی نداریم. بعد از تست‌های گلوکوز، ریپسیناگین، تشخیص سیستم حل کننده بالون امیلاز، تیموگرافیا و اولتراسونوگرافی کامپیوتری و اوزی معلوم شد که بیمار به سرطان گرده گرفتار است. افسوس میخورم. بیماریش در سطح بالایی است و حتما جراحی شدنش لازم است. چطوری که معلوم است بیمار سقورته ندارد. نه ندارد جناب.
راستش این جراحی خیلی گران است و به زودی باید گذرد. کاش چاره گذرانیدن این عملیات رو پیدا کرده می توانستیم. برای جراحی چقدر لازم؟ برادر ممکن؟ برادر شنی ممکن؟ یک تا بیار. بخیر است برادر؟ پریشان می نمایی؟ چه غم داری؟ نقل کن سبک می شوی. نقل کنم چی تغییر می یابد؟ بی پول و مال مگر کاری کرده می شود؟ نقل کن. خوب، از همه انسانی دوست داشتم به بیماری سرطان گرفتار شده است و باید که جراحی شود. میفهمی؟ برای جراحی شدنش پول لازم، لیکن پول نیست. اگر جراحی نشود میمیرد. افسوس. چقدر لازم؟ بسیار. برای دوستت جانت را میدی؟ او مرا از مرگ نجات داد. برایش جانم را میدادم، ولی جان را فروخته نمی شود. پول داری؟ چکار میکنی؟ داری یا نه؟ تو همین را گوی؟ نیست تو، لیکن کمی یافتن ممکن است به هر حال. چقدر؟ تقریبا 1000 لیره. برای چی؟ 100 بر یک بر کردن میخواهی ها؟ چه؟ قمار ده؟ پوکر، روله ها؟ صد به یک؟ 100 بر یک. یعنی اگر 1000 لیرم را مانم احتمالات 100,000 بر کردن را دارم. انیق. خودت چرا بازی نمی کنی؟ کی گفت که بازی نمی کنم؟ 100,000 لیره برای جراحی دوستت کفایه می کند یا نه؟ تو این را بگو. میرسد. این از وی بازی های میدانستگیت نیست. در یک جای پنهانی میگذرد، یعنی غیر قانونی میباشد. از این سبب اگر در حقیقت خواهی بیا، بعد از آمدن بازگشت نیست. حسابی از من. برای دوستت غمگینم. سلامت باش.
کودک بیدار شد نمیشنویم مگر؟ کنی همه جمع شوید چی؟ باز چیکار کردن میخواهی مردک؟ بیا این هم ما رو برداشته آوردی در این خنوکی. چیزی به سرت آمد حتما باید کنی؟ سیر گفته نماندی. دیگر روز نبود مگر؟ زنک تو یک ببین چکل هوای تازه. مهمش در چنین هوا سیر کردن است. کدی بچه ها شما هم بیاید؟ اسرا جان کدی تو هم بیا. کیروز به این مردک من چیزی شده است. با کله تو هم همون چیزی می آید که با کله من هم. خوب بچه ها کلان های بازی رو می دانند. ما در خورده این بازی رو بسیار بازی می کردیم. بازی شرطهایش رو می فهمانم. اگر کلان سالها فراموش کرده باشند آنها نیز گوش اندازند. نام این بازی کوکا. می دونه چکل بازی می کنند بازی رو؟ یک از پاسبان می شود. بازیگران با پس آن همان خطی کشیدگی هم گذشته. بعد با توپی دستشون انا این سنگ‌های در داخل دوره کشیدگی هم را نشان گرفته میزنند. فهمو بچه‌ها؟ فهمم. تو پرتوی‌ها تا افتیده به هر سو پراکنده شدن سنگ‌ها دوام میکند. پاسبان با توپی دستش آنهایی را که سنگ‌ها را به مثل پیشتر ماندن میخواد نشان گرفته میزند. کسی را زند او از بازی میبراید تا آخرین لحظه که سنگ‌ها بالای هم چیده شوند. پاسبان باز همان آدم میماند و باز اثری نو سر میشود. پاسبان تنها با بالای هم چیده شدن همه سنگ‌ها عوض میشود. پاسبان نوبتی را باشد پاسبان پیشتره انتخاب میکند. فهمیدید؟ نه من اونقدر نفهمیدم. جانکی من بازی کنی میفهمی. کنی سر کردیم. اکنون فهمیدم که در بولینگ چرا ما رو بریدید. بولینگ در پیش کوکا هیج است. بازی کن میبید. پاسبان کنی گذر. من؟ الو شله خانم من داوود هستید بانگاه. با شما حتما با خوردن من لازم. یعنی پیش در ساختمان کار میکردی؟ بله اپا جان. از نداشتن سقورتا اولادار شده نتوانستی؟
بله اپاجان. با فاتحه چند وقت شد؟ 5 ماه. شما یکدیگر را دوست می داشتید؟ خوب مایلش داود. مادامی که خدمت را در قشنهای دیسنتی گذرانیده ای به کار قبول شد. دیدبان شده کار را سر کن. سغورته میکنیم. با تو مرا خبر نکنید خفه میشوم. خدا از شما راضی باشد اپاجان. خدا از شما راضی باشد. پس از این اپا نیست شوله. بفرمایید شوله خانم. این چیست؟ خط استعفایم. نفهمیدم. شما گیرید. از بس که استعفا کردم اکنون شما را اپا گفته میتوانم. اپا جان، خدا از شما راضی باشد. برای خوبی های به من اعلام کرده اتون. اینجا چیست؟ چیزی که حیات آدمان را از مرگ نجات میدهد. لابا شولا جان. چی؟ نفهمیدم. مایلش در جای همه وقته. خوب. گوش کن رانا جان، کارم از روی سرم زیاد است. از من تو خبرنگاری رو انتظار نشو. نجیب سردار، تنها برای یاری دادن آمدم. چه یاری؟ دلیل ها آید جنایت های 2 روزی اخیر. پگاه در روزنامه مقالم را چاپ میکنم. شاید فایده به دست آورید. خب بنشین، همش رو نقل کن. قیدهای تلفن را در حال با گروه تکنیکی موافقت کنان. اگر درخواست تصدیق شود از پروکورور برای تفتیش رخصتنامه بگیر. خوب شده است محترم سردار. تو چی ها کرده ایستاده؟ تو از من چی میخواهی؟ چرا وی خبر رو با من ندادی؟ تو نام و نسب شوهرت رو فکر نمی کنی؟ در آینده زنی حاکم شهر شدن نمیخواهی مگر؟ نه جناب، نمیخواهم. من دلیل را به شخصی لازمی سپاریدم. منصب پرست. کی؟ منصب پرست؟ گپش رو بینیده برای یک خبر کاری نمیکردگی نیست. های تیمور، سفسطه‌گویی نکن. همین جنجال های عائلوی را در خانه کنیم نمیشود مگر جانکم؟ چلی که من میدانم کار است. این را بینیده سردار کار را به شخصی باوری ناخش میدید. آخر دیوانه میشوم. خوش، نوارهایی که میبینید واقعی است که در شبکه سالماس تیوی رخ داده بود. همتون آید این رویدادها کم و بیش خبردار هستید. در یک جایگی بنیادهای دیگر را 15 بار شبکه رو برای قماربازی کردنشون تفتیش نمودیم، اما دلیل‌های جنایی پیدا نکردیم، زیرا هر کرد آنها از آب خشک میبرآمدند. اما اکنون انشاءالله به این خاتمه خواهیم داد، زیرا اکنون نوارهایی داریم که گناه آنها را معین میسازد. بیا یکی. محترم سردار، یک مشکلاتی پیدا شد. یعنی؟ پروکورور تلسخ اجازه نامه دادن را رد کرد. دلیل های در دست داشته امان را ناکفایه حسابی. خوب، من خودم دیدم میبرایم. این عرف خیلی مهم است. نامش تشکین. از تحقیقات خبر آمد سایت های خود را بیشتر و از بیمارستان گرد و اطراف ما میافته است. این فهم است؟ خوب شده است محترم سردار. از ما یگان نفری باید همچون اشتراکچی مسابقه وارد شود. علاج همین است. فهمم محترم سردار. تفصیلاتش در داخل جزگیر. جناب صاحبی، دلیل های با تلفن موبیلی به نوار گرفته و بعضی تحقیقات های امنیت موجود است. بسنده نیست.
گوش کنید محترم پروکورور، فردا این را در روزنامه به چاپ میبرارند و روزنامه‌نگار از سبب اجازتنامه ندادن شما به فعالیت ما را نیز خواهد نوشت. چخیل میبراید کی مینویسد؟ و گوشمان چون یک خبر آمد. چرا که معلوم است بعضی خبرنگاران عاید همین موضوع جستجو میکنند. یعنی این وضعیت نه برای امنیت و نه برای شما خوب نمیشود. مخصوصا برای شما، زیرا اجازتنامه به شما وابسته است. خیر مایلاش، لیکن بینید اگر یکان چیزی نبراید از خودتون گیله کنید. شما را حرمت میکنم جناب. لابای ملکه من. محترم نجیب، ما را به این جایها آوردید. خوب سیر و بازی کردیم، خوراکمان رو خوردیم. خیر این است کو؟ و به خانه چخیل برمیگردیم. همش رو از دولت انتظار نشوید آخر جانکم. در آنجا تنگه منگه نیست مگر؟ اکنون دولت این شما شدید مگر؟ زنک از برای خدا کارم از موی سرم زیاد است. بگم تاکسی شینید و بازگردید قربانت شود. میلش بگه پیش شما باور کرده سیر آمده گناه کوریم. خدا نگهبانتان باد. تشکر شما رو نیست. تا با زنه گپ زدن از با پروکورور گپ زدن مشکل تر است. اوفی لابای علمه. خوب میایم. تیمور به این جناب و خانم یاریده. خوب شده است. مرحمت شینید. الو اپا کیستی؟ منم اپا درموش چلی؟ درموش نقص چی واقعی روی دو؟ هیچ چیزی نشده است. یک زنگ زنم گفتم. اپا در اصل از تو یک چیزی پرسیدن میخواستم. مرحمت باز. گپ‌های درباره زنم گفتگی هایت راست بود؟ کدومش؟ درباره کودک از دیگر کس از گفته بودی. چی کار میکنی این رو؟ راستش را گوی اپا. او را نقص نمیدیدم، حالا هم نقص نمیبینم. ای خیر میلش، دختر زیباست، خودش رو کم میشمارد. یعنی او را قصداً تهمت کردی؟ چی ها میگویی درموش؟ اپا جواب ده، لیکن راستش رو گوی. اوف بله گفتم در شد. آرام شدی؟ بخیر است برادر؟ چی در داری؟ بیا یکم جای شینیم. بیا برای اشاره نمودن یک ما را چاره ها اندیشیده شد؟ بله رفیق سردار. از بس که هنگامی وارد شوی تفتیشات خیلی جدی است، اسبابی گوش میکردگی نمانده.
бачаҳо аз идораи техникӣ ба дастонаш танҳо 1 соате бастанд. یگید هنگامی واقعه توگمه را پخش میکند ما به هجوم میگذاریم. اگر ساعت را گذرانده نتواند چی؟ یا یکان چیزی غیر چشمزاش رخ دهد چی؟ امیدوارم چون این حالت نمیشود سردار. چرا با پایان میفراییم؟ بعد به اینجا آمدن سوال دادن من است. بعد از این چیزی که گفتم اجرا میکنی. شما چیکار میکنید؟ دیگرش کجاست؟ میارن. آخر رولت گفته بودی کو؟ میز رولت بازی کجاست؟ انا همین میز رولت بازی است. چپه یا راسته؟ چپش رو. آفرین. تو؟ برای چی؟ کدام دست رو استفاده میبری ابله؟ راستش را. کنی؟ همه به جای خود. ویسکی؟ مثل هر وقته. اگه تنجو این پرداخت پاکری روسی خیلی گران است ها؟ 100,000 لیره. اینم تنها برای اشتراک. ما برای از قمار بازی تو 100 مراتب زیادتر ذوق گیری گفته با حیات آدمان بازی میکنیم و تو باشی 100,000 را زیاد میگویی. عجایب دیا. ویسکیت. گوش کن اینجا چی گپ است؟ این چی است؟ گپ نزن ابله. این ساعت رو عوض کردن لازم. ساعت چند شد؟ 4:23. از در آمدنشان چند دقیقه گذشت؟ تقریبا 12 دقیقه. در آنجا چی شده ایستاده باشد؟ تو 100 بر 1 گفته بودی. تلاواره های زنم را فروخته بر 2,000 لیره داده بودم. کجا 100 بر 1 گفتگیت؟ خب این حریف به من پسند آمد. با همینش میمونم. این چی مسخره بازی است؟ اینش باز چیست؟ سوالا در بیرون موندن. شرطم این است. نفهمیدی ابله؟ این شرط هایت را جاهت گیر. سر میکنیم.
انا این 100,000 لیره چه شد؟ چی میجوی برادره؟ ابله از اینجا برایم به تو نشان میدم. حرام میموری حرام. البته اگر از اینجا برایی. خوب پول رو دیدیم. کنی بازی رو نیست بینیم چی؟ اینجا یگان بازی نمیبینم. انا بازی انا بازی را بینید آدمی من چخیل ترسید. 250 با همینش 250 بزرتی زوغی 300,000 میبارم چخیل. ساعت چند؟ 4:28. یگان چیزی رخ داد مگر؟ لبی چی؟ خوب جنابان شما دوام دهید من می آیم. این خیلی نمی شود. پولاد را برگردانده نمی توانی. تو شرط ها را به من یاد میدی چنگیز. شخصی از درون برآمد. تمام. من شما رو فهمیدم. یک رو تعقیب نماید. چرا برآمده باشد؟ مگر شبکه را تفتیش میکنند؟ با این تلفن رو باید زن میزدی احمق. سیگنال آمد. همه دستا با هجوم آماده شوند. خرطه کشید. تو سر میکنی با ماینت میپرانی. فهمیدی؟ با مغز سرت. نوبت تو. از همین جای یگان بار لقمه حرام نگذشته است. یعنی بدان که مرا نه این بیماری بلکه لقمه حرام میکشد. نه من بازی کردن نمیخوام. اکنون دیر شد. تو نپرانی من میپرانم. بس کن دست نگه دار. به جای وی من پراندن میخواهم.
وای وای این جرامون عجب جسر است یا قماربازی گذر است. او با من معقول شد. من با وای 600,000 میمونم. انا بینید. دستا بالا شینید نجام تیمور تو با این ناشیانا حلیمه تو با من بیا دستا بالا پالیس دستا بالا دستا پس سر خدا شیگم انا خودش آروم درک شو برا زودتر برا من نفهمیدم شما چی میخواهید؟ کنی دستا با پشت زودتر دستاش رو بند نجوم سرشان برای تو نجوم بید همه با زمین دست ها بالا سلاحت رمان نجوم بید تستر نجوم درموش تستر گیرد برد اینها رو تستر برد اینها رو در روی تو سنجیده بینم یبله بازی کردن میخوایی ها؟ افسوس که در دستم زلفیقار نیست شن یگید دستهایت را پشت سر کرده بزانو شن از 17 سالگیم باز دیوانه وار به تو عاشق بودم دیوانه وار اکنون با حوالی حاضر اما نگر هیچ باور نمی کردم که با تو به چنین احوال گرفتار می شوم نخواد من به چنین زندگی سزاوار باشم درموش بگه آخر بگه با تو از این بیشتر جفا نکنم گفته خواستم دستم را با زنجیر خودم بندم حلیمه من به تو سزاوار شده نتوانستم یگان ذره به این خانداری خاتمه ندادن به تو جفا می شود به این هم حبس می شوم کسی را یاب که سزاوار تو باشد خب فرزندمان این طور نمی گفت بله فرزندمان
مثل احمق با یک تهمته. چی ها میگویی جانتم؟ این طرف نگوی. مثل احمق با یک تهمته. باور کرده تو رو عذاب دادم. خودت رو عذاب نده. این را بینیده. همین کردارهایم نگاه نکرده حالا هم مهربانی میکنی. یک چیزی دیگر. سرژانت به تو امانت است. سرژانت. آمیان فیلم در مرکز پرودیوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان ها دولت عبیدالله و غیور اشور. کارگردان آواز و تنظیمگر اصل‌الدین سفر. ترجمان ها نسیم جان تومر و اکمل ایسان. محرر غیور اشور. پرودیوسر کامل جان سفر. بنفشا آواز دادن فیروز قمر، نسای محمد جان، عاطف قادر، ملاحت عبدالله، محمدی میرزا علی، دولت عبیدالله، ملاحت کمال، زهرای حیدر، مهرانگیز و فرقان. پایان قسم سیوم.